سلام و درود و صبح خیر همراهان مختصر و مفید کانال سکوت دریا. انشالله که خوبید. صبحانه همسر جان و خواستم انقدر این صبحانه خوشمزه است و خواستم که شما رو هم در جریان بذارم که به خانوماتون و اینا بگید که درست کنن. ببینید عدس جوپرک سیب زمینی خلالی خرد شده، سیب زمینی نگینی خیلی ریز و پیاز فراوون خیلی ریز نگینی. ادویه‌اش هم البته کره زعفرونی و کره معمولی هم زدم و زعفرون و تخم گشنیز و دارچین و زردچوبه و فکر میکنم یه چیز زدم، ولی وحشتناک خوشمزه است. ببین یه دونه گالنا بلانکای گوشت هم زدم بهش و اگر به این غلظت در نیاد اصلا اون چیزی که من میگم نمیشه. ببینید غلظتشو، خیلی خوشمزه است، یعنی با کله پاچه رقابت میکنه از نظر من. روزی که اینو درست میکنم دیگه خیلی اون روز همسر جان دیگه خوشحاله و روزش خوشگل شروع میشه. درست کنید در همسراتون، خیلی خوشمزه است. گفتم در جریان باشید. مرسی که هستید. دم همتون گرم. سکوت دریا.